تحولات اجتماعی و فرهنگی جامعه در 2 دهه اخیر سبب شده که افراد دارای معلولیت و یا جانبازان به میزان قابل توجهی در جامعه فعالتر شوند. نمونه‌هایی از این فعالیت رو میشه در حضور گسترده این جامعه شریف در مسابقات پارالمپیک و پاراسیایی مشاهده کرد. اما برخی موانع همچنان از حضور این قشر در جامعه جلوگیری میکنه. از جمله این موانع میشه به استفاده از ویلچرها و تجهیزات نامناسب اشاره کرد. در بیشتر مواقع معلولین حتی برای رفع نیازهای اولیه خود به تنهایی نمیتونن از منزل خارج بشن. استفاده از ویلچرهای سبک و مقاوم که تا حد امکان متناسب با شرایط فرد باشه میتونه در کنار تضمین سلامتی استقلال عمل معلولین رو افزایش بده و سبب تسهیل فعالیت اجتماعی افراد باشه. یکی از امکاناتی که در دنیا برای حفظ استقلال معلولین ساخته شد ویلچرهای کربنی بود. ویلچرهای کربنی در دسته ویلچرهای فعالند که در سال 1990 توسط یک شرکت سوئدی برای اولین بار ساخته شد. در واقع استفاده از الیاف کربن اولین بار در صنایع حمل و نقل در دوچرخه مورد استفاده قرار گرفته که به علت وزن خیلی پایین اون و مقاومت بالا مورد استقبال دوچرخه سواران قرار گرفته و کم کم در بقیه صنایع حمل و نقل و پزشکی از جمله ویلچر مورد استفاده قرار گرفته. ویلچرهای کربنی یک انقلاب در صنعت ویلچر سازی بود که باعث تحولات گسترده‌ای در این حوزه شد. یادمون باشه حمایت از جانبازان و معلولان مؤلفه توسعه پایدار و امنیت جامعه است.